صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدای عادل و خدای محبت، زبان ما قاصر از بیان الطاف توست. وجود ما ناتوان و عاجز از ابراز سپاس به محبت‌هایت است. تو را شکر می‌کنیم که نه فقط با عطا کردن نیازهای روزانه‌مان رحمت و غایت خود را به بندگان نالایقت عطا کرده ای، بلکه با اعطای کلام مقدست ما را راهنما و خداوند و پدر مهربان شده ای و با عطا کردن روح القدست قلب و ذات خود را بر ما آشکار نمودی تا تشنگان و عاشقان تو بتوانند به نهایت آرزوی خود که رسیدن به وصال توست برسند و بالاتر از آن از صفات و سیرات تو نیز بهره مند شوند. خدایا، در برابر این همه محبت‌هایت ما هیچ چیزی نداریم که به تو تقدیم کنیم. تنها وجود خاطی و بی ارزش خود را داریم که تقدیمت می‌کنیم و استدعا داریم که از این بندگان بی ارزش و نالایقت با کلام و قدرت روح خودت ای خدا وسیله پر ارزش برای ملکوت و جلال خود بگردان و ما را برای مقاصد آسمانیت به کار ببر. این دعا را به نام مقدسی عیسی مسیح مظهر و کلمه تو و مکاشفه ذات تو می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. آغاز کلیسای عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، 5مین قسمت از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. محبت و رحمت خدا بر شما باد و امیدوارم که در نور وجود او گرم بوده و زندگیتون پرتوان و پرقدرت باشد که وجودتون از رحمت و شادی الهی پر باشه. خدا را به خاطر اینکه این روز را نیز به عمر ما اضافه کرده تا از کلام مقدسش حقایق آسمانی رو دریافته شکر و سپاس می‌کنیم و نام مقدسش را حمد و ثنا می‌گوییم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کتاب مقدس انجیل آیات شریف را براتون میخونم و توضیحاتی پیرامون آیات قرائت شده به عرض مبارکتون میرسونم تا شما را در درک و فهم کلام خدا یاری داده و با پذیرفتن حقیقت به سوی ابدیت جاودانی که خدا برای ما مهیا کرده است قدم بردارید. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که به کتاب اعمال رسولان فصل 2 از انجیل مقدس مراجعه کنید تا از آیه 21 دنبال کلام را با دیگر مطالعه کنیم. کتاب اعمال رسولان فصل 2 از آیه 21. از عزیزانی که هنوز کتاب مقدس انجیل رو در اختیار ندارن ولی مایل به دریافت آن میباشند دعوت میکنم که حتما برای ما نامه بنویسند
تا براشون تهیه کنیم. در ضمن از فرصت استفاده می کنم و از همه عزیزانی که برایمون نامه نوشتن صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت شما یاران مهربان عرض کنم که ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. پیام ما رو از صدای انجیل میشنوید. در 20 آیه اول این فصل، یعنی فصل دوم از کتاب اعمال رسولان، ما با ظهور روح القدس یا آن وعده آسمانی، آن عطیه‌ای که جانها را تسلی و قدرت خدای عطا می‌کند، بر شاگردان و پیروان مسیح روبرو می‌شویم و همه شاگردان مسیح از قدرت خدا پر شده و صاحب الهام الهی می‌شوند تا بتوانند برای خدمتی که عیسی مسیح آنان را برگزیده بود آماده شوند. یعنی روح خدا آنان را ملبس به قدرت و پیام آسمانی میکنه تا بشارت انجیل رو به همه مردم عالم برسونند. ظهور روح خدا یا روح القدس بر رسولان عیسی مسیح همراه با صدایی شبیه باد شدید بود و این صدا سبب شد که جمعیت اندوهی از یهودیان که در آن زمان از سراسر عالم از جمله از ایران برای زیارت و شرکت در عید پنتیکاست در اورشلیم جمع شده بودند، دور آن مکانی که رسولان مسیح حاضر بودند جمع بشن تا ببینن که علت این صدا چه بوده. آنها شاهد معجزه خدا میشوند، زیرا میبینند که این مردمان عامی و ساده ماهیگیر جلیلی دارن به زبانهای مختلف عالم ذکر خدا را نموده و خدا را حمد و سپاس میگویند. در حالی که همه حیران و بت زده بودند که این چه معجزه‌ای میتونه باشه، پتروس به رهبری سایر رسولان عیسی مسیح با شهامت کم نظیر میسته و همه را مخاطب میسازه و اولین موعظه و بشارت انجیل رو به سمع مردم دیندار یهود که از کشورهای مختلف به اورشلیم آمده بودند میرسونه و به آنها یادآور میشه که آنچه را که شاهد بودند، یعنی ظهور خدا بر آنان، مطابق تورات مقدس می باشه که اکنون پیشگویی نبی خدا یعنی ملاکی که در حدود 450 سال قبل از آن میزیسته در برابر چشمان آنها عملی شده و روز نجات و سعادت همه طالبان خدا فرا رسیده است. می‌فرماید هر کس از خداوند کمک بخواهد، خداوند او را امروز نجات می‌دهد. هر که نام خداوند را بخواند نجات می‌یابد. سپس پتروس رسول موضع خود را اینطور ادامه می‌دهد که از آیه 22 براتون می‌خونم. می‌فرماید ای مردان اسرائیلی، این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود می‌دانید، این شخص یعنی مسیح چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشتید که خدا درهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد. زیرا که داوود درباره وی میگوید خداوند را همواره پیش روی خود دیدم که به دست راست من است تا جنبش نخورد. از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد، بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود، زیرا که نفس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که قدوس تو فساد را ببیند. طریقهای حیات را به من آموختی و مرا از روی خود به خرمی سیر گردانیدی. ای برادران، می توانم درباره داوود و پتریاخ با شما بی محابا سخن گویم که او وفات نموده، دفن شد و مقبره او تا به امروز در میان ماست. پس چون نبی بود و دانست که خدا برای او قسم خورده که از ذریت صلب او به حسب جسد مسیح را برانگیزاند تا بر تخت او بنشیند، درباره قیامت مسیح پیش دیده گفت که نفس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد را نبیند. پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد بر آن هستیم. همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد بر آن هستیم و چون به دست راست خدا بالا برده شد، روح القدس موعود را از پدر یافته،
این را که شما می‌بینید و می‌شنوید ریخته است. دوستان عزیز، پتروس رسول در اولین موضع خود 3 موضوع بسیار مهم را می‌خواهد برای ما و قوم یهود و اون حاضرین آشکار و روشن کنه. اول اینکه مرگ و صلیب عیسی مسیح و رستاخیز او یک امر غیر منتظره نبوده، بلکه مطابق نقشه خدا بوده و پروردگار از ابتدا این واقعه را برای نجات و تاوان دادن به گناهان بشر در نقشه خود نهاده بوده. دوم می‌خواهد به آنان نشان بده که امروز روز نجات است و به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح صاحب حیات ابدی می‌شوند. و سوم، آنچه که بر آنها نازل شده همان وعده است که نه فقط انبیای اسبق بلکه خود عیسی مسیح نیز قبلا آن را فرموده بود، یعنی انجام پیشگویی که عیسی مسیح در فصل 14 و 16 انجیل یوحنا از آن سخن گفته است. حالا برای اینکه این نکات را ثابت کنه، در مورد اینکه عیسی مسیح مطابق نقشه خدا میبایستی کشته بشه و صلیب شده بمیره و بعد زنده شود، پتروس رسول توجه همه حضار را به گفتار تورات و علل خصوص پیشگویی هایی که حضرت داوود کرده است جلب می کند. حالا این مطلب را باید به خاطر داشته باشیم که تمام شنوندگان پتروس یهودی بودند و یکتاپرست و معتقد به یگانه کتاب آسمانی یعنی تورات بودند و تورات مقدس را دانسته و به آن ایمان کامل داشتند که این کلام خدا یکتاست. پس اگر پتروس از طریق تورات مرگ و رستاخیز مسیح را ثابت کنه، مسلماً سبب میشه که مردم گفتار او را بپذیرند و همچنین به آنها نشون میده که تمام این چیزها بر طبق نقشه خدا بوده. برای این منظوره که او از زبور 16 پیشگویی را که حضرت داوود در مورد صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح کرده است را عیناً نقل قول میکنه. در آیه 22 میفرماید ای مردان اسرائیلی، همونطور که خودتان هم میدانید خدا به وسیله عیسی ناصری معجزات عجیب ظاهر کرد تا به همه ثابت کند که او از جانب خدا آمده است. حالا در این آیه متوجه میشویم که پتروس این افرادی را متوجه چیزی میکنه که خودشون با چشمانشون شاهد آن بودن، یعنی معجزات مسیح، مخصوصاً زنده کردن العازر از مردگان. چرا؟ چون در انجیل آمده است که بسیاری از این زائرین وقتی شنیدن که عیسی مسیح العازر را زنده کرده است، خودشون به بیت عنیا که در نزدیکی اورشلیم بود میرن و با چشمان خودشون العازر را که از مردگان زنده شده بود میبینن. حالا پتروس میگه که آن عیسی که در برابر شما معجزه کرد. دوم میگه معجزات مسیح خود دلیلی است محکم که او از جانب خدا بوده است. چرا؟ چون اگر خدا همراه عیسی مسیح نبود، اگر او فرستاده خاص خدا نبود، اگر او نجات دهنده نبود، اگر او حیات دهنده نبود، دوستان هرگز نمیتوانست چنین معجزاتی که مختص به خدا یکتاست انجام بدهد. در آیه 23 میفرماید از طرف دیگر مطابق نقشه قبلی خدا، یعنی مطابق اراده حق، پروردگار اجازه داد که مسیح به وسیله فرماندار رومی مصلوب شه و بمیره. و آیه 24 میگه اما خدا او را یعنی عیسی مسیح را با زنده کردنش از مردگان نشان داد. خدا او را زنده کرد از مردگان و نشان داد که با او می باشه. چرا؟ زیرا شخصیتی مثل مسیح مقدس نمی توانست در اسارت مرگ باقی بمانه. مرگ را چشید اما بر مرگ پیروز شد. سپس برای اینکه این حقیقت را با آنها ثابت کنه، پتروس اشاره به تورات میکنه و میگه ببینید داوود پیامبر که 1000 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکرد، در رویا و به وسیله الهام الهی پیشگویی کرد. او قادر بود به وسیله الهام الهی آینده را ببینه و وقایع صلیب و مرگ عیسی مسیح رو پیشگویی کنه و از قول مسیح میگوید. یعنی داوود از زبان مسیح سخن میگوید که میگوید میدانم خداوند همیشه با من است، خدا مرا کمک میکند. قدرت عظیم و لایتناهی او پشتیبان من است. از این جهت دلم از خوشی لبریز است و زبانم دائما از او شکر میکنه، چون خاطر جمع هستم که در مرگ هم در امان خدا هستم. ای خدا، تو نمیگذاری جانم در قبر بمانه و اجازه نمیدهی
بدن فرزند مقدس تو بپوسد، زیرا تو به من عمر دوباره می‌دهی و در حضورت مرا از خوشی لبریز می‌کنه. پتروس رسول این نقل و قول داوود پیامبر را که از زبور 16 از آیه 8 آمده است برای شنوندگان خود بازگو می‌کنه. چرا؟ چون آنها می‌دانستند که این گفتار داوود پیامبر نمیتونه در مورد خود داوود باشه، بلکه پیشگویی در مورد مسیح موعود. اما اینطور که معلوم میشه همه یهودیان به معنی و مفهوم این آیات زبور، این پیشگویی بسیار مهم پی نبرده بودند. همونطوری که بسیاری از ما دوستان عزیز وقتی آن را بشنویم متوجه معنی آن نمیشیم. برای همینه که پتروس برای اینکه به آنها ثابت کنه که روی سخن داوود پیامبر به عیسی مسیح و نه خودش و اینکه این در مورد مرگ و رستاخیز عیسی مسیح میفرماید ببینید داوود خودش مرد، داوود خودش دفن شد، قبرش هم هنوز همینجا در میان ماست، در اورشلیمه. اما چون او پیغمبر بود میتوانست و میدانست خدا قول داده و قسم خورده که از نسل او یک نفر یعنی مسیح را بر تخت سلطنت او بنشانه. داوود در رویا به آینده دور نگاه می‌کرد و در رویا شاهد زنده شدن عیسی مسیح بود و برای همین بود که گفت جان او در قبر نمیماند و بدنش پوسیده نمی شود. و در آیه 32 پتروس رسول میگه حالا ای عزیزان این پیشگویی داوود در برابر چشمان من و شما عملی شده و دقت کنید میگه و همه شما شاهد زنده شدن عیسی مسیح هستید. و حالا هم عیسی مسیح در آسمانه، در عالی ترین تخت افتخار در کنار خدا نشسته است و امروز شما نتیجهش را میبینید و میشنوید. همونطور که او وعده داد خدای پدر به او اختیار داد تا روح پاک خدا را به ما عطا کند. پس میبینید که داوود نبی این گفتار را درباره خودش نمیگه، چون داوود هرگز به آسمان صعود نکرد، بلکه درباره خود مسیح میگوید که خدا به خداوند من یعنی عیسی مسیح گفت که به دست راست من بشین تا دشمنانت به خاک پایت بیندازم. پتروس رسول عملاً با این گفتار ثابت میکنه که آیات تورات در مورد مرگ و رستاخیز و صعود عیسی مسیح در برابر چشمان همه حضار به انجام رسیده است. او با کلام خدا ثابت میکنه که عیسی همان مسیح موعوده. برای همین است که از آیه 36 با قدرت کم نظیری و با شهامت و جسارت عجیب که روح خدا به او عطا کرده بود رو به جماعت از این که جمع شده بودن میکنه و میگوید من امروز رک و پوسکنده به تمام شما هموطنانم میگویم که همین عیسی را که شما روی صلیب کشتید خدا او را خداوند و مسیح کرده است. دوستان عزیز دقت کنید، اینجا بسیار بسیار مهمه که توجهمون به این مطلب جلب بشه. پتروس میگه که همین عیسی را که شما روی صلیب او را کشتید. دقت کنید اون نمیگوید همان عیسی که دیگران او را کشتند، بلکه میگوید همین عیسی که شما او را روی صلیب کشتید. و این بسیار بسیار مهمه دوستان عزیز. چرا؟ چون آنانی که دور رسول خدا جمع شده بودن خودشون در مرگ عیسی مسیح شریک بودن. همین افراد بودن که 53 روز پیش فریاد زدن که ای پیلاطس مسیح را صلیب کن، مسیح را صلیب کن و خون او بر ما و فرزندان ما باشه. همین ها بودن که جلو صلیب عیسی مسیح ایستادن و او را مسخره کردند. همین ها بودن که خودشون نه فقط شاهدان عینی مرگ عیسی مسیح بودن بلکه در صلیب کردن عیسی مسیح نیز شریک بودن. حالا پتروس رو رک و پوسکنده به آنها میگه ببینید شما آن عیسی مسیح رو کشتید، مثل مجرومین او رو کشتید، مثل گناهکاران کشتید، ولی خدا او را از مردگان برخیزانیده است. خدا او را زنده کرده و الان قبر خالی پهلوی شماست. اکنون در دست راست خدا نشسته است، در حضور حضرت اعلی است. و دوستان عزیز این بسیار مهمه، زیرا اگر عیسی مسیح نمی مرد، اگر مسیح مصلوب نمی شد و اگر مسیح زنده نمی شد، روز پنتکاستی که آغاز تولد کلیسای عیسی مسیح هم وجود نمی داشت و این جماعت هرگز پشیمان و شرمنده نمی شدن. در عوض می توانستن بر علیه پتروس قیام کنن، بر علیه پتروس حرف بزنن و بگن که ما مسیح رو مصلوب نکردیم. و یا می توانستن بگن که نه
مسیح اصلا زنده نشده، چرا همین قبرش همینجاست، ما دیدیم خاکش کردن. ولی آنها دوستان شاهدان حقیقی و عینی بودن. آنها دستاشون رو به خون مسیح آلوده ساخته بودن و در ظرف این 45 روز فهمیده بودن، شنیده بودن که مسیح قیام کرده و چه بسا خودشون رفته بودن خارج از دروازه اورشلیم و قبر خالی مسیح رو مشاهده کرده بودن. هاج و واج مونده بودن که این چه معجزه عظیمی، عاقبت این اتفاقات چه میشه؟ و حالا متوجه میشن که تمام اینها مطابق نقشه خدا بوده. حالا در برابر معجزه خدا دوباره قرار گرفتن و برای همین است که پتروس بدون هیچ ترسی رک و پوست کنده میگه شما عیسی مسیح رو کشتید ولی خدا او را از مردگان زنده کرده. شما که او را کشتید، شما که دستهایتون رو به خون مسیح آلوده ساخته اید، خدا او را برخیزانید و حالا این روح خدا به ما عطا شده تا شما را راهنمایی کنیم، تا توجه شما را معطوف به این حقیقت آسمانی کنیم که اگر امروز توبه کنید خداوند شما را میبخشد و از گناهان شما چشم میپوشه. به طوری که از آیه 37 پتروس اینطور میگوید: حرفهای پتروس رسول سخت آنان را تحت تاثیر قرار داد. پس مردم، جماعت به پتروس و سایر رسولان گفتن ای برادران حالا باید چه کار کنیم؟ ببینید دوستان عزیز، اول داشتن اونا رو مسخره میکردن، فکر کردن اینا مست شدن، ولی حالا با روح حزن و پشیمانی میگن ای برادران چه کار کنیم؟ چرا؟ چون روح خدا اعمال ناشایست آنان را ملزم ساخت در قلبشون. متوجه شدن که گناهکارن، متوجه شدن که خطا کردن، متوجه شدن که اشتباه کردن. دوستان عزیز، روح خدا همیشه این کار را برای ما میکنه، ما را ملزم میسازه که متوجه خطاهامون بشیم. ولی راستی عکس العمل من و شما در برابر الزام شدن من توسط روح خدا چیه؟ اینایی که پیام خدا رو شنیدن میتونستن چشماشون رو ببندن و برن، ولی بعضیا تصمیم گرفتن یک کاری کنن که از شر این گناه آزاد بشن. توبه کردن، کلام را پذیرفتن، آنها پشیمان شدن، آنها شرمنده و خجالت زده شدن. چرا؟ چون میدانستند که پتروس راست میگه. پس با روح ندامت و پشیمانی اعتراف به گناهان خود میکنن و وقتی حقیقت رو میشنون میآیند و از رسول خدا طلب کمک میکنن. آنها در برابر حقیقت تسلیم شوند، نه برخلاف گروهی که وقتی حرف حق را میشنوند بر علیه آن قیام میکنن و یا عصبانی شدن رو رد میکنن. دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما میگوید خداوند خدای محبت است. خداوند خدای رحیم و غفور و دیر غضب و کثیر الاحسان است. خداوند بخشنده و غفار است. آنانی را که حقیقتاً توبه کرده باشند به حضور خود میپذیرد و گناهان آنها را از آنها دور میکنه و میبخشه. و این گروه نیز هرچند که دستهاشون به خون مسیح آغشته شده بودند مستثنا از این حقیقت خدا نبودند. پتروس رسول به آنها راه دریافت بخشش و فیض خدا را اعلام می‌کند و میگوید شما هر یک باید از گناهانتون دست بکشید. باید از گناهانتون دست بکشید و به طرف خدا برگردید. و برای اینکه خدا از سر تقصیرتون بگذرد باید به اسم عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. آن وقت نه فقط خدا شما را میبخشه، بلکه خدا به شما هم این هدیه یعنی روح پاک خود یعنی روح القدس رو به شما خواهد داد. زیرا مسیح وعده روح خدا را به شما نیز داده است که از طرف خداوند خدای ما دعوت شدید به ملکوت او، و هم به شما و هم به فرزندان شما و هم به کسانی که در سرزمین‌های دور هستند. دوستان عزیز، ببینید که محبت خدا چقدر بسیاره. آنان که مسیح را کشتن اکنون میتونن توبه کنن و به حضور او آمده و عطایای مسیحایی را دریافت کنن. حالا این افراد اول ملزم شدن، یعنی متوجه شدن و قبول کردن که خطا ورزیدن، دانستن که در صلیب کردن مسیح مرتکب اشتباه بزرگی شدن. به عبارت دیگه درد خود را فهمیدن. پس برای همین بود که همانند مریضان دل از طبیب دلها طلب شفا میکنن و به پتروس میگوین چه کنیم؟
پتروس هم میگه که حالا که قدم اول را برداشتید، یعنی متوجه شدید که گناهکارید، خطا کردید و میخواید بخشیده شوید و شفای روح را بیابید، باید از گناهانتون دست بکشید. دیگر گناه نکنید. ببینید، پشیمانی و ندامت کافی نیست، بلکه توبه کردن باید همیشه بعد از پشیمانی بیاد. یعنی از گناه روی برگردانید، هر نوع گناه. و قدم سوم دوستان عزیز میگه حالا که از گناه روی آورده اید و توبه کرده اید، باید به سوی خدا بازگشت کنید. خیلی هستن توبه میکنن، گناهی که کردن واقعا اونها رو آزار میده، توبه میکنن ولی به سوی خدا بر نمیگردن. مسیح میگه از گناه روی برگردان و به طرف خدا توجه کن. و قدم چهارم میگه به اسم عیسی مسیح غسل تعمید بگیر، یعنی ایمان به آنچه که مسیح کرده است آورده و در اعمال و دعوت مسیح شریک شو و صفات مسیحایی را پیروی کن. غسل تعمید علامت و نشانی خواهد بود برای آنان که توبه کرده و به عیسی مسیح ایمان آوردند. دقت کنید دوستان عزیز، غسل تعمید کسی رو نجات نمیده، کسی رو عوض نمیکنه، گناه را نمیبخشه، بلکه غسل تعمید سمبل یا نشانی است از اینکه شخص حقیقتاً نسبت به اعمال و افکار و زندگی گناه‌آلود خود پشیمان شده و به سوی خدا روی آورده و میخواهد که در اراده او زندگی کنند. پتروس رسول میفرماید که به اسم عیسی مسیح تعمید بگیرید تا آمرزیده شوید، تا گناهانتون بخشیده شود. این دلیلی میشه که به مسیح ایمان آوردید. به وسیله غسل تعمید شهادت میدن که مسیح همان بره خداست که به خاطر کفاره گناهان ما فدا شد. وقتی که به مسیح ایمان آوردیم، آن وقت عطیه روح را نازل میشه و دریافت میکنیم. دوستان عزیز، ببینید روح خدا فقط مختص به قوم یهود نیست، بلکه به همه است. همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورند، در هر زمان و هر مکان و از هر نسل و نژاد و ملت، خدا روح قدوس خودش رو به همه بشر عطا کرده است. ولی همه بشران را نمیپذیرند. کسانی که توبه کنند و به سوی مسیح بیان و از طریق مسیح خدا را پیروی کنند، این عطیه الهی را دریافت میکنند. عطیه روح القدس برای همه انسان‌هایی است که روح ندامت و شرمندگی از گناه در آنها شعله‌ور شده و آنان را به سوی توبه و خدا هدایت کرده و طالب پیروی از او میباشند. عطیه است که مسیح به همه ایماندارانش عطا میکند. و دوستان عزیز، همونطور که از آیه 40 الی 44 میبینیم که بر اثر این موضع بیش از 3000 نفر در اولین روز، یعنی در اولین روز پیام انجیل مقدس ایمان می‌آورند. و امروز نیز اگر ما حقیقتاً حاضر باشیم، حقیقت را بیابیم، طالب آن هستیم و اگر این 4 قدم اساسی را برداریم، بدانید که روح القدس خدا را نیز خواهیم یافت و نجات الهی را نصیب خود کرده ایم. قدم اول ندامت و پشیمانی یا متوجه شدن به نیاز بخشش از جانب خداست. به عبارت دیگر قبول کردن به اینکه گناهکاریم و نیازمند بخشش. قدم دوم توبه کردنه که دیگر پی گناه نرویم. قدم سوم به سوی خدا آمدن و از او پیروی کردنه. قدم چهارم غسل تعمید گرفتن در نام عیسی مسیح زنده. اگر این کار را بکنید، امروز نجات خدا را نصیب خود کردید و در حیات جاودان شریک شده و روح مسیحایی، روح القدس را دریافت خواهید کرد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند